سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت دو امک بچه که در خراسان مافیای زمین فروشی تشکیل کرده بودند. بود یا نبود گزارش های ضد و نقیض درباره حمله جوابی اسرائیل به ایران. مدیر لیسه شهر توز 69 نفر را بر دروغ به کار گرفته به نامشان 470,000 سومونی معاش نوشته است. در دوشنبه یک جوانزن مادر 3 فرزند شوهرش را به قتل رسانیده است. تاجیکستان به مردم سیلزده قزاقستان 3500 تن یاریهای بشری فرستاد و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات ایران روز 19 اپریل سال 2024 سقوط دادن چندین هواپیمای بی سرنشین را تصدیق کردند، ولی خبرها درباره حمله موشکی اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی را رد کردند. این در حالی است که مطبوعات رسمی ایران قبلا درباره ترکش‌ها در اطراف شهر اصفهان و به کار در آمدن شبکه‌های دفاع ضد هوایی در استان‌های گوناگون این کشور و قطع پروازها در چندین فرودگاه خبر داده بودند. و اما حسین دلیریان، سخنگوی اگنتی کیهانی ایران، در شبکه ایکس یا سابق توییتر با کنایه نوشت به نظر می رسد که رسانه‌های امریکایی خوب دیدند که اسرائیل به ایران حمله کرده است، وگرنه حمله ناکام با چند درون که نهایتاً این درون ها هم سرنگون شدند در هیچ کجای جهان حمله محسوب نمی شود. دلیریان حمله موشکی انجام دادن اسرائیل به خاک ایران را رد کرد. یک منبع شبکه پرس تیوی نیز گفته است از بیرون هیچ حمله به ایران صورت نگرفته است. قبلا شبکه‌های تلویزیونی امریکایی با تکیه به مقام‌های رسمی امریکا خبر دادند که اسرائیل ایران را موشکباران کرده است. کاخ سفید و پنتاگون این خبر را رسما شرح ندادند. نماینده ارتش اسرائیل نیز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ما در حال حاضر یگان شرحی در این باره نداریم. مقامات اسرائیل قبلا هشدار داده بود که در پاسخ به حمله شب 14 اپریل که ایران به طرف اسرائیل ستا موشک و درون سر داد میتواند به خاک ایران ضربه بزند. اما امریکا پیام داد که به این حمله جوابی اسرائیل همراه نمی شود. روز 18 اپریل امریکا به هر صورت با مقصد پایین بردن تنش‌ها به ضد افراد دخیل در برنامه تولید هواپیماهای بی سرنشین در ایران تحریمات جاری کرد. صبح 19 اپریل خبرگزاری ایرانی فارس خبر داد که در اطراف پایگاه‌های هوایی حربی شکری در نزدیکی فرودگاه اصفهان 3 ترکش رخ داده است. به اطلاع فارس در اصفهان شبکه دفاعی ضد هوایی به کار انداخته شده یک هواپیمای بی سرنشین را سرنگون کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز میگوید درباره آسیب و خرابی گزارش نشده است. در همین حال پروازها در فضای تهران و شهرهای دیگر ایران موقتا بازداشت شدند. شبکه امریکایی CNN قبلا خبر داد که 8 هواپیمایی که در حریم هوایی ایران قرار داشتند خط پرواز خود را تغییر دادند. تنش‌ها بین اسرائیل و ایران 1 اپریل سال 2024 در پی حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که 13 نفر از جمله 7 تن از فرماندهان و نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشته به جا گذاشت شدت گرفت. افسران سپاه با مقصد حمایت از رژیم پرزیدنت کنونی سوریه بشار اسد در این کشور عربی هممرز با اسرائیل قرار داشتند. شام 14 اپریل سال 2024 ایران بار اول به واسطه از قلمرو خود خاک اسرائیل را هدف حمله گسترده با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها قرار داد. به حساب جانب اسرائیل ایران به سوی این کشور بیش از 300 درون و موشک زده است. جانب ایران تا کنون حمله‌هایش را رسما نتیجه گیری نکرده است. در اظهارات نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در پی حمله جوابی 14 اپریل گفته شده بود که مسئله را میتوان حل شده ارزیابی کرد. این اشاره را میتوان به معنای فهمید که ایران در فکر ضربه‌های از این بیشتر به ضد اسرائیل را ندارد، اما با یک شرط: اگر اسرائیل باز یک اشتباه صادر کند پاسخ ایران باز هم شدیدتر خواهد بود، گفته میشد در آن اظهارات. رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 18 اپریل سال 2024 با نشر یک گزارش تلویزیونی از بازداشت رئیس کمیته زمینساز ناحیه خراسان، رئیس جماعت به نام هلالی این ناحیه و میانرو آنها برای زمین فروشی، ساختکاری حجت‌ها، قلابی و غیر قانونی جدا کردن قطعه زمین
در عوض پاره خبر داد. جالب این است که رئیس کمیته زمین نویه خراسان بابوکالونوف محمد زیا سال تولدش 1975 و رئیس جماعت هلالی بابوکالونوف مویبک سال تولدش 1968 خش و دبار نزدیک امک بچه بوده، اولی بعد به منصب بلندتر رفتنش منصب قبلیش رو بیگانه نشود گفته به خش بچه خود داده است. پدپلکوونیک میلیتسیا افق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داد که به این دو امک بچه در خرید و فروش قطعه‌های زمین باز یک ساکن جماعت هلالی چلماتوف قدرت سال تولدش 1970 همچون میون رفت هم دستی میکرد. گفته می شود بابوکالونوف مویبک که از سال 1991 در نویه خراسان در منصب‌های گوناگون کار کرده حال رئیس جماعت هلالی بوده است. در اساس مصلحت پیشکی با پسرعمکش بابوکالونوف محمد زیا که سالهای زیاد به حیث مهندس زمینساز معاون رئیس و رئیس جماعت هلالی کار کرده، اخیراً کرسی رئیس کمیته زمین نویه خراسان را به دست آورد، زبان یک کرده با میان روی رفیقشان چلماتوف قدرت از شهروندان در عوض جدا کردن قطعه‌های زمین پول گرفتند. از جمله آنها از حیاتوف عبدالواحد ساکن جماعت هلالی 8000 سومانی، از عبدالسلام بایمراد ساکن نویه وخش 14000 سومانی، از اسماعیل و نصیبه 20000 سومانی، از کوکی و صفتای $2000 گرفته. از زمین‌های جماعت هلالی به هر کدام آنها از 8 تا 10 سوتق زمین نزد یولگی جدا کردند با مقصد به دست آوردن باوری شهروندان و قانون نشان دادن اعمال خود. آنها در کامپیوتر سندهای قلبکی سرتیفیکات زمین را چاپ کرده به این کار افتادگان دادند و ساکنان به سخن آنها باور کرده در آن زمین‌ها الکی خانه ساختند. ولی حالا معلوم شد که این زمین‌ها به این ساکنان غیر قانونی جدا کرده داده شده است. جدا کردن قطعه زمین که به جماعت‌ها و کمیته‌های زمین واگذار کرده شده است در تاجیکستان اولیش روزافزون به یکی از عرصه‌های اعظم فسادزده تبدیل یافته است و قریباً ما درباره بازداشت چندین مسئول و جماعت‌ها و کمیته‌های زمین خبرها به دست می‌رسد. مدیر سابق لیسه کسبی تکنیکی نویه شاریتوس یعقوب به تصرف مبلغ‌های این کارخانه به اندازه قریب 5 میلیون سومانی عیبدار می‌شود. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که هنگام گذرانیدن سنجش‌های مالیوی و خواجگیداری فعالیت‌های مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی نویه شاریتوس معین گردید که از 19 دکمبر سال 2014 تا 3 اپریل سال 2023 یعنی بیش از 8 سال در وظیفه مدیر این مؤسسه کار و فعالیت کرده. از ماه ینور سال 2021 تا ماه مای سال 2023 در اساس مصلحت پیشکی با دیگر شخصان مسئول مؤسسه برای ساختکاری به نام مناسب 69 کارمند سابق لیسه و شخصان بیگانه پرونده‌های شخصی عاید به گویا کار کردن آنها در این کارخانه و حجت‌های محاسبی را آماده کردند. خود یعقوب و یا نزدیکان و یا ادوکات او برای شرح این پرونده دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات اگنتی میگوید سپس یعقوب و شریکان او در اساس حجت‌های بر اعلی قلبکی آماده شده به نام 69 نفر غیر قانونی کارت‌های بانکی گشوده هر ماه به نام آنها جمع مبلغ 470583 سومانی را همچون مزد معاش گذرانیده، سپس توسط بانکمات‌ها این پول‌ها را نقدی کننده گرفته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیشان صرف کردند که در نتیجه با این کردار قصدانه خود به دولت به مقدار مخصوصاً کلان ضرر مادی رسانیدند. در رابطه با حالت مذکور نسبت به یعقوب و شریکان او پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 بند ب تصرف مبلغ‌ها به مقدار مخصوصاً بزرگ و 323 ساختکاری خدمتی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. پرونده جنایتی بعد انجام تفتیشات پیشکی به دادگاه ارسال گردیده است. به یعقوب و شریکانش همچون جزا برای ساختکاری با استفاده از مقام جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی تا 2 سال و بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ مخصوصاً بزرگ جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال تهدید می‌کند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که منصبداران سابق در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که چنین جزای سبک را افراد جوابگر در عوض پاره‌های وزنین به دست می‌آورند.
سوهای معارف در تاجیکستان از سوهه‌های فساد زده ترین به شمار می رود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان به مردم قزاقستان برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی بیش از 60 واگن یاریهای بشری فرستاد. کاروانها با یاریهای بشری تاجیکستان روز 19 اپریل سال 2024 از شهر دوشنبه طریق قطاره در 50 واگن بارکش و شهر خوجند توسط 11 واگن و 13 ماشین بارکش به سمت جمهوری قزاقستان در حضور نمایندگان مسئول تاجیکستان و قزاقستان به راه برآمدند. یاریهای تاجیکستان به مردم قزاقستان از خوراکواری، آب و نوشاکی، محصولات ساختمانی و بالوپوش خانه ها عبارت بوده در مجموع بیش از 3500 تن را تشکیل می دهد. بر اثر سیل و بارشات شدید در 5 ولایت قزاقستان 4870 خانه استقامتی ویران شده، به اقتصاد این کشور ضرر زیاد رسید. در عموم به دلیل آفت‌های طبیعی بیش از 100,000 نفر از ساکنان قزاقستان از جمله بیش از 38000 کودک کوچانده شدند. نزدیک 7500 نفری که خانه‌هایشان زیر آب ماند تا حال در مکان‌های موقت به سر میبرند. قزاقستان یک کشور از نفت و گاز و معدنی‌های طبیعی بایترین و از لحاظ مساحت و حجم اقتصادش بزرگترین در آسیای مرکزی به شمار می رود. حجم مجموع محصولات داخلی قزاقستان سالانه 261 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که این نسبت به نزدیک 11 میلیارد دلار حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان قریب 24 مرتبه زیادتر است. اما در این روزهای سخت به کمک کشور توانای چون قزاقستان رسیدن کشور کوچک چون تاجیکستان را باز هم بزرگ و ارزشمندتر نشان می دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 18 اپریل سال 2024 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی از آشکار شدن باز یک مورد قتل خویشاوندان نزدیک خبر داد. اما اگر قبلا بیشتر درباره قتل همسران از جانب شفهران خبرها به دست می رسید، این دفعه در نویه فردوسی شهر دوشنبه یک جوانزن مادر 3 فرزند شفهرش را کشته است. شهروند حمید و ستاره سال تولدش 1990 با 3 فرزند و شفهرش غلاموف منوچهر سال تولدش 1966 در یک حوله در کوچه منظم نویه فردوسی اجاره می نشستند. بنا به گزارش سراج‌الدین شکوری سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی دوشنبه، بین زن و شفهر در زمینه همدیگر نوفهمی همیشه مناقشه به عمل می آمد. شب 23 مارس سال 2024 نیز منوچهر غلاموف در حالت مستی به خانه آمده با همسرش باز جنجال کرده است. ستاره حمیدوه که از جنجال‌های پیوسته شفهرش به جان آمده بود، این دفعه دیگر طاقت نکرده با کورد به بدن شفهرش ضربه زده است. در نتیجه منوچهر غلاموف به هلاکت رسیده است. خود ستاره حمیدوه گفت بین قفس سینه‌اش زدم، در جایش نشست و گفت که سرم گشته ایستاده است. بعد من به پهلو خواباندمش و به رویش آب زدم. سپس به یاری تاجری زنگ زدم. طبیبان آمدند و دیدند و گفتند که مرد است الکی. تفصیلات دیگری حادثه فوجوی در دست نیست. معلوم نیست که چه باعث جنجال مرگبار بین زن و شفهر شده است و کدام سخنی و رفتار شفهر زن را وادار کرده است که دست به کار بگیرد و به قفس سینه شفهرش بزند و آن هم در ماه شریف رمضان. در داستان نویه فردوسی نسبت به حمید و ستاره بر اساس قسم یکم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیشات ادامه دارد. به این جوانزن بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شفهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. اما موردهای قصد جان شفهر کردن زنان در تاجیکستان حادثه خیلی نادر و انگشت شمارند. جامعه شناسان افزایش مناقشه‌های مرگبار عائلوی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام می‌برند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که یک راننده مارشروتکا در پایتخت تاجیکستان برای دغل گفتاری به 10 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. صحنه 18 اپریل سال 2024
در اینترنت نوار نشر گردید که در آن با الفاظ قبیح دشنام دادن راننده автомاشین تمغه اسپرینتر ثبت شده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی راننده автомاشین تمغه مرسدس اسپرینتر رقم قید دولتیش 7711 تا 05 شهروند توشپولوتوف کومل جان سال تولدش 1970 استقامت کننده شهر دوشنبه که در خط سیر رقم 35 به فعالیت مسافربری مشغول است دستگیر کرده شده به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. میلیسیای پایتخت در شهر حادثه میگوید ضمن سنجش معین گردید که حادثه مذکور شب 7 اپریل تقریبا ساعت 22:15 در کوچه عینی نزدیکی مرکز صفدای سالبرگ رخ داده است. توشپولوتوف کومل جان هنگام مسافرکشانی در ایستگاه دور و دراز توقف نموده به حرکت واسطه نقلیات جمعیتی ترالبوس خط سیر رقم 10 مانع ایجاد نموده است. همزمان به ایراد راننده ترالبوس بی‌اعتنایی نموده با الفاظ قبیح نسبتش دشنام داده شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به راننده توشپولوتوف طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدلباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده نسبتش از جانب دادگاه جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. همچنین از جانب شرکت بیروز 15 شرطنامه همکاری با راننده توشپولوتوف برای ویران نمودن طلبات مسافرکشانی قطع کرده شد. خود کومل جان توشپولوتوف برای شرح ماجرا دسترس نیست. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.